خور جدید 1202 اومده. شما راحت میتونین کسایی که دستگاهشون 1202 به پایین هست میتونن دستگاهشون رو کپی خور کنن. برای اینکه ما حالا دستگاه رو کپی خور میخوایم بکنیم برای بار اول احتیاج به دیسک داریم که این کلا باید باشه توی دستگاه، که شما هر دفعه دستگاه رو خاموش روشن میکنین احتیاج به این دیسک داریم. فقط برای بار اول ما احتیاج به یه USB داریم که فلش این توی دستگاه میره. این فلش برای بار اول که ما کپی خور میکنیم احتیاج هست، دیگه احتیاج نداره. خب اگه میبینید اینجا لود شده، دیسک بلوریش لود شده. خب وارد میشیم. خب ببینید من تو خودشون، شما تو خونه هم هستین امکان داره این اتفاق بیفته. مثلا بار اول که میزنید این لود نمیشه، اشکال نداره، شما دوباره میاین بیرون، دکمه آپشن رو میزنین، کلوزش میکنین، دوباره خب دیدین چقدر قشنگ فلش لود شد. برای بار اول دستگاه کپی خور میشه. شما حالا اومدین بیرون، ما میایم بیرون، نگاه کنین گلدن اجرا شده و دیگه شما راحت میتونین بازی رو در بازی کپی خور راحت اجرا کنین، مشکلی هم ندارین. و اینم گلدن و من اینم نشونتون بدم. میبینین 1202 راحت اجرا میشه و راحت دستگاهتون رو کپی خور میکنین. دیسک بازی توی فروشگاه موجود هست، میتونید تشریف بیارین دستگاهتون رو کپی خور کنین. متشکرم، خدا نگهدارتون باشه.